سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. آیه پرونده براتون آوردم بوم در مورد یه مدرسه است. حالا نمیدونم چه مدرسه چه اتفاقی اونجا افتاده و تا آخر ویدیو همراه ما باشید. خودم این پرونده رو نخوندم، ندیدم چه جوریه، فقط پیداش کردم که به شما در میون بذارم. دبستان سندی هوک تا 14 دسامبر 2012 فقط یه مدرسه متوسط در کانکتیکات بود. چه اسم سختی. توی اون روز مردی 20 ساله به نام آدام لانزا مادرش رو توی خونه یکی از نزدیکانشون به قتل رسوند و بعدش با ماشین به مدرسه رفت و 6 کارمند بزرگسال و 20 بچه رو قبل از اینکه اسلحه رو به سمت خودش بچرخونه کشت. چه؟ اول رفتی مامان تو کشتی، بعد اونم توی خونه یکی از نزدیکانت، بعدش رفتی مدرسه و به دانش آموزو شلیک کردی و بعدش هم دهنت سرویس. تو چه مریضی هستی آخه؟ مرگبارترین تیراندازی جمعی در یک مدرسه ابتدایی توی تاریخ ایالات متحده که 2 نفر دیگه توی این قتل عام مجروح شدن. بعد از تحقیقات در مورد این که یکی از بدترین جنایت‌های وحشتناک تاریخ نامیده میشه، مدرسه تخریب شد تا مدرسه جدیدی به جای اون ساخته شد. یعنی یه قتل عام صورت میگیره و بعدش این آدام لانزای دیوس یه کاری کرده که اون مدرسه هم گرفتن خرابش کردن و از نو ساختنش، چون که دیگه خبر به همه جا پیچیده. اون مدرسه رو اگه همینجوری میذاشتنش رد میشی از کنار اون مدرسه خب یه حس بدی به دست میده دیگه، خودمونیم. بعد میگه آقا این مدرسه همون مدرسه یه که نمیدونم 20 نفر توش کشته شده، یه آدم مریض 20 ساله‌ای به اسم آدام لانزای دیوس اومده نمیدونم این همه آدم رو کشته. خب دیگه بعضی آدم ها هستن که رویه لطیفی دارن و نمیتونن این چیزها رو درک کنن. درک البته میتونن بکنن، بی احترامی نشه، نمیتونن اینجور چیزها رو هضم کنن، میدونید. و آره، این هم بود از پرونده قتل عام مدرسه ابتدایی سندی هوک. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید و تا ویدیوهای بعدی خدا یار و نگهدارتون باشه. گودبای.